یکی دختر و پسر کوچولو هستن که میارنشون خانه بازی. پسر مثلا 2 سال و نیمشه، دختر 1 سال و نیمشه، اینجوری 1 سال تفاوت سن دارن. بعد اون روز یه عالم پول مچاله شده، 100 تومنی، 50 تومنی، 10 تومنی. این شمارشش رو داشت دقیق و میدونست که این 100 تومنی و 50 تومنی گذاشته بود تو جیبش و حالا در حین بازی هی میافتاد بیرون پولاش. میگفتم امیرعلی پولش رو یا برمی داشت یا حالا حواسش نبود، من گذاشتم رو پیش خونت مامانش که اون معلوم پولش اینجا گم نشه بعد داستان درست کنه. دادیم به مامانش رو، بنده خدا مامانشم کارت همراش نبود و از همین پول حساب ما رفتن خونه و اونجا گریه که پول من نیست و مامانش یکی دیگه 100 تومنی بهش دادن، بازم قبول نکرده بود و گفته بود این پول من نیست یا علی. بیچاره مامان بنده خدا برگشته بود این همه راه که این حتما این 100 تومنی مچاله شده رو از ما بگیره و بره بدتش که راضی بشه. این داستانی که چقدر وقت تو ذهن منه و برام خیلی جالب و بامزه. تو خواهر دوقلو هستن یا میذارنشون خانه بازی. بعد یکی از بچه ها رو یکی از بچه ها رو زده بود. بهش گفتم که دلسا چی به چرا زدی؟ ببین چقدر ناراحت کنم. من که نبودم، درسا بود. اینم جوابش بود، من نبودم، درستا بود. یعنی خواهر دوقلو خودش برید بزنیدش. بعدم تو آخر حالتون میدونست که این کار خودشه دیگه. هر بار این بچه رو میدید بغل میکرد و بوس میکرد و دوستش. یکی دختر و پسر کوچولو هستن که میارنشون خانه بازی. پسر مثلا 2 سال و نیمشه، دختر 1 سال و نیمشه، اینجوری 1 سال تفاوت سن دارن. بعد اون روز یه عالم پول مچاله شده، 100 تومنی، 50 تومنی، 10 تومنی. این شمارشش رو داشت دقیق و میدونست که این 100 تومنی و 50 تومنی گذاشته بود تو جیبش و حالا در حین بازی هی میافتاد بیرون پولاش. میگفتم امیرعلی پولش رو یا برمی داشت یا حالا حواسش نبود، من گذاشتم رو پیش خونت مامانش که اون معلوم پولش اینجا گم نشه بعد داستان درست کنه. دادیم به مامانش رو، بنده خدا مامانشم کارت همراش نبود و از همین پول حساب ما رفتن خونه و اونجا گریه که پول من نیست و مامانش یکی دیگه 100 تومنی بهش دادن، بازم قبول نکرده بود و گفته بود این پول من نیست یا علی. بیچاره مامان بنده خدا برگشته بود این همه راه که این حتما این 100 تومنی مچاله شده رو از ما بگیره و بره بدتش که راضی بشه. این داستانی که چقدر وقت تو ذهن منه